عزیزان گرامی، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه و انشاءالله که سرحال و سالم و تندرست باشین. همونطوری که ما شما میدانیم، موبایل و شبکه‌های اجتماعی جزئی از زندگی امروزی بشر شده، اما ترس و دلهره‌ای که ایجاد کرده مبنی بر استفاده و نقش آن بر زندگی کودکان و نوجوانان هست. چه خوبه که در برنامه امروز صحبت داشته باشیم روی همین موضوع، نقش موبایل و شبکه‌های اجتماعی بر زندگی کودکان و نوجوانان. و روی این مورد بیشتر صحبت میکنیم با مهمان گرامیمان که روانشناس هم هستند، جناب دکتر صاحب محمد معروف احراری. در برنامه در کنار ما حضور دارند و بیشتر از ایشان معلومات خواهیم گرفت. با ما تا آخر برنامه همراه باشین. در قدم نخست سلام و عرض احترام خدمت دکتر صاحب گرامی. عرض سلام دارم خدمت شما آقای نادری عزیز و همچنین عزیزایی که در بخش تکنیک هستند و همچنین یک سلام دارم خدمت بینندگان محترم. معروف احراری و روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی. ممنونم از شما جناب دکتر صاحب گرامی و خوشحالیم که امروز در برنامه در کنار ما هستین. روی موضوع زیبایی میخوایم صحبت کنیم، نقش موبایل و شبکه‌های اجتماعی در زندگی کودکان و نوجوانان. چه خوبه که در اول بدانیم جناب استاد، موبایل و شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری بر زندگی نوجوانان و کودکان گذاشته؟ آیا این تأثیرات باعث ازی شده که پیشرفت کنند و یا اونها رو متوقف کرده؟ تشکر از شما آقای نادری. ما اگر در محیط و جامعه خود دقت کنین، رد پای موبایل و شبکه‌های اجتماعی در تمام اقشار می‌بینیم، چه کودک‌ها، چه بزرگسالا، چه خانم‌ها یا هر چی. اینه که در بیشتر قسمت‌های محیط یا زندگی و اینها هم معلوم میشه. مثلا در اقتصاد ما قشنگ میتونیم ببینیم گوشی یا موبایل چی تأثیری داره در فرهنگ جامعه که جزئی از فرهنگ جامعه شده. بلند دو روزی که یک وقت شبکه‌ها قطع بود همه فکر می‌کردن یک چیزی رو گم کردن. حتی در درس، تحصیل، سیاست، در همه بخش‌ها یک تأثیر بسزای قابل دیدی می‌بینیم که هست، یعنی دیده میشه. ولی اگه مشخص‌تر بیایم رو موضوع کودک، ما اگه در گذشته‌ها یاد ما شما باشه، یک کودک مثلا چند ماهی، 5 ماهه، 4 ماهه وقتی میخواستن آروم کنن، یک وسیله هایی بود به نام جرینگک میگفتن. خیلی به این موضوع دقت نمیشه. اگر متوجه شده باشین طی این سالهای اخیر موبایل داره کار حمول میکنه. یعنی او جرینگک ها دیگه کم استفاده میشه. مادر اگه کودک گریه میکنه برای از اینکه حواس از او به او وسیله پرت کنه، یک موزیک یا آهنگ میگذاره و ببینیم کودک رو با این نحو آروم میکنن. و باز به سن سال بالاتر که میرسه، مثلا 4 یا 5 سال، وقتی کودک تا 2 سال یا 3 سال وقتی کودک گریه میکنه، برای حواس پرتی از او دیگه کار به خرج نمیدن. به چه صدا میکنن بیا یک چیزی به تو نشون دم، یا عکس یا ویدیو یا هر چیزی رو برای کودک نشون میدن. و با مثلا وقتی بزرگتر میشه، یا 7 ساله یا 8 ساله یا 6 یا 10، دیگه معمولا متاسفانه بگیم یا خوشبختانه اینه که همه خانواده ها میرن به کودک یا گوشی یا تبلت میخرن. اکثرا همین کار متاسفانه میکنن و دقیقا متوجه میشیم در خیلی از خانواده ها وقتی کودک میره به مکتب، از مکتب که رخصت میشه مستقیم میره به سراغ همون تبلت یا گوشی. خب به یک گوشی میشینه از او استفاده میکنه. حتی اگر ما بیشتر دقت کنیم، در یک محفل کودک میره، در به یک جای به مهمانی میره، بازم میبینیم که همین کودک به جای اینکه بره با بچه‌ها بازی کنه میشینه تبلت یا گوشی خورور میداره به یک گوشه. حتی علاقه نداره به مهمانی بره چون سر داخل می گوشی گرمه. و متاسفانه هرچی همین روند کودکی پیشتر میریم به سن 13 یا 14 یا 15 دیگه خیلی از بچه‌ها کنترل نمیشن، دیگه گوشی رو از اونها استونده نمیتونی. و متاسفانه نقش خور گوشی به عنوان یک ابزار به صورت منفی داره اجرا میکنه در جامعه ما، هرچند گزینه مثبت داره و تاثیرهای بیشتر منفی در جامعه. خیلی جوانان و کودکان به خصوص درگیر خود کرده و نقش بسزای و مثبت آنچنان نمیبینیم در جامعه ما متاسفانه. دقیقاً. سپاس از شما جناب دکتر صاحب گرامی. و در قسمت چه خوبه که بدانیم استفاده از موبایل و شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان میتونه تأثیر و مفیدیت داشته باشه که اونها حداقل به همون بهانه او استفاده کنن.
بله خوشبختانه بگین هست و چون از بس خانواده ها با کودکان یا نوجوان ها خود درگیرن به خاطر استفاده از گوشی بعد جنبه منفی گرفته استفاده از گوشی کلا در جامعه ما کمتر ولی در جامعه هایی که بالاخره پیشرفت بیشتریه و ما مطالعه میکنیم معمولا جنبه منفی بیشتر برای میدن و اینه که فوایدی هم داره. فوایدی و یک موضوعی که ما بیایم راجبی بتونیم بحث کنیم اینه که جهانبینی کودک تقویت میکنه و این جهانبینی وقتی محیط‌های متفاوت، کشورهای متفاوت، فرهنگ‌های متفاوت را از طریق ازی میبینه بخوایم نخوایم در زندگی خودی و بتونه متفاوت یا جامعه متفاوتی میبینه باعث میشه خلاقیت بیشتر شه. ولی اینا مدیریت نیاز داره. مدیریت نیاز داره. باید بارها تکرار کنم. یک بخش دیگه اینه که کودک میتونه خیلی موضوعات رو یاد بگیره. من یک نوجوانی دیدم، یک کودک در 12 ساله‌ای که با دیدن ویدیو از داخل شبکه‌های اجتماعی یا به خصوص یوتیوب البته منظم بوده، برنامه ریزی شده و مدیریت شده. زبان از او به شدت تقویت شده. حتی بزرگسال‌های ما می‌بینیم که این روند در اتفاق افتاده. ما بگذاریم یک کمی موضوع با حاشیه بریم. اینه که ما در گذشته اشخاصی در جامعه داشتیم که فیلم هندی زیاد می‌دیدن و خیلی از اونها تعدادی که می‌دیده بودم زبان اردو یا هندی را از این طریق یاد گرفته بودن. حالا کودک هم اگر مدیریت شده و نظام دار رفتار بکنن و خانواده‌ها یک نظم در همین کار خود داشته باشن چیزهای زیاده میتونه یاد بگیره کودک از این طریق. و همچنین یک موضوع دیگه اینه که یک سهولت تقریبا ایجاد کرده گوشی برای کودکان. سهولت مثلا در یک گروهی هستن، یک صنف انگلیسی یک نوجوان داره، خب یک گروهی هستن برای از اینکه محتوا رو بتونم بین هم پخش کنم گروهی تشکیل میدم و خیلی راحت از اینکه در خونه دونه دونه برن اون محتوا رو به داخل یک گروهی میگذارن و از این طریق میتونن همه به او دسترسی داشته باشن. سپاس از شما جناب دکتر صاحب گرامی. چه خوبه که در این قسمت بدانیم اگر کودک و یا نوجوان که مشکل خانه ها همیشه هم هست ساعت‌های زیاد مصروف موبایل و شبکه‌های اجتماعی باشه چه مشکلات میتونه برای او ایجاد کنه؟ خیلی خوب. متاسفانه مشکلات در جامعه ما بیشتر از فوایدیونه چون معمولا کنترل نمیشه و مدیریت کسی رو از این موضوع خانواده ها ندارن. مشکلات زیاده به شمول خواب. من مراجع داشتم بارها که خانواده دیگه هیچ مشکلی نداشت، فقط از خوابی و شکایت داشتن، یعنی خوابی و یک نظمی نداشت و وقتی با او جلسه گرفتم و بالاخره تشخیص شد این بود که چون به شدت از این گوشی اینا استفاده میکنه تا آخر شب با گوشی درگیره و گاهن هم که بالاخره خانواده او رو منع میکنن صبر میکنه کودک تا خانواده خوشن آروم گوشی از اونها رو میداره و تا دیر وقت شو مصروفه و بخوایم نخوایم کودک به خواب کافی نیاز داره و بین روز خو میشه باز به جای که بالاخره فعالیت داشته باشه بین روز خو میشه و باز شب بعدی و به همین روند ادامه داره تا اینکه بالاخره این شکایت به جای میرسه که یا به روانشناس مراجعه میکنن یا به همون استاد از در مکتب یا بالاخره برات چی میگردن که چی باعث شده که اتفاق بیفته. یک موضوع خوابه و موضوع دیگه موضوع چشم و ایناه. خب معمولا از دکتر امدی یا بخش چشم و اینها هم اگه بپرسیم این به ما آگهی میده که اگه زیاد کودک درگیر صفحه نمایش باشه چشمهای ضعیف میشه. موضوع دیگه روابط اجتماعیه. بخوایم نخوایم در گذشته یک کودک وقتی بالاخره از مکتب میامد یا در خانه بود میرفت به بیرون داخل کوچه با بچه کاکا بچه خاله دوستا خوب بیشتر وقت میگذرون. متاسفانه این فعلا همین رسانه ها و شبکه های اجتماعی و موبایل از او تقریبا گرفته. به خصوص این آسیب در خانواده های آپارتمان نشین به شدت دیده میشه. حتی همکارهای دوستای دارم که از این موضوع شکایت دارن که کودک اینا همین روند داره پیش میره. خب بخوایم نخوایم روابط اجتماعی رو کمتر میشه. موضوع بعدی فعالیت های بدنی کودکه، یعنی کودک فعالیت های بدنی کمتری دیگه داره و بیشتر درگیر صفحه نمایش و رسانه‌های اجتماعی که به شدت داره آسیب میزنه به کودک.
یک موضوعی هم بحث افت تحصیلیه دیگه. خیلی واضحه وقتی کودک بیشتر وقت خور بیای داخل گوشی سپری کنه، بازی میکنه، فیلم میبینه یا هر کاری که میکنه، خب به اساس همون خانواده ها یا علایق کودک متفاوته که او رو درگیر میکنه. شبکه‌های اجتماعی اینه که از درس خو میمونه. وقتی که کودک باید بالا درس خو بگذاره، خب بالا صفحه نمایش میگذاره و ما شما متوجه موضوع میشیم که شبکه‌های اجتماعی داره محتوای تولید میشه داخلی و که کشاننده، یعنی کودک یا نوجوان حتی بزرگسالار به دنبال خود میکشه و بخوایم نخواهیم این موضوع خیلی لذت بخشتره به کودک تا ای که بره درس بخونه. درس همون پاداش آنی و سریر مغز برای اون نمیده، اما وقتی میره ویدیو میبینه یا بازی میکنه همون پاداش آنی ذهن برای اون میده و بیشتر به دنبال از این موضوعه. آسیب بعدی که شبکه‌های اجتماعی میزنه به کودک اینه که محتوای نامناسب متاسفانه در بین شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی وجود داره. اینه که یکی مطابق سن کودک نیه، یکی مطابق با فرهنگ ما متاسفانه نیه. محتوا هر رسانه‌ای که ببینیم، تیک تاک یا هر شبکه دیگه، اینستاگرام و اینها، محتوای متفاوتی دارن، به خصوص تبلیغات هایی که میشه. ما در یک جامعه دینی زندگی میکنیم با فرهنگ دینی و اصول دینی. خب یک چیزهایی در شبکه‌های اجتماعی کودک میبینه که از فرهنگ ما به دوره و تحت کنترل خودی هم نیست. حتی خانواده ها نمیتونن متاسفانه این موضوع کنترل کنن، چون وقتی داخل یوتیوب یا هر شبکه اجتماعی میره تبلیغات بالا میاد و این تبلیغات از فرهنگ ما متاسفانه کمی فاصله داره، ولی کودک رو میبینه و هر چی رو ببینه از فرهنگ خود به یک نحو دور میشه متاسفانه. تشکر. بله، سپاس از شما جناب دکتر صاحب گرامی. و در این قسمت چه خوبه که بدانیم جناب دکتر صاحب والدین چه کار کنن که فرزندان اینها از موبایل و شبکه‌های اجتماعی یا کم استفاده کنن یا استفاده متعادل داشته باشن. همونطوری که شما گفتین فعلا کلا درگیر موبایل. یک زمانی بود ما اگر خاک بازی میکردیم ما رو میزدن، حال کودکان میزنن که چرا تو خاک بازی نمیکنی. دقیقاً از شما میخوایم در این قسمت بشنویم. در جامعه ما والدین چون کودکی دشوار و پرچالشی داشتن، معمولا دوست دارن کودکان از اونا آسوده باشن و این آسودگی بدون هیچ حد و مرزی انجام میدن. یعنی کودک هر چیزی که از اونا توقع داره، یک درخواست داره، انجام میدن. والدین فرق نیاز و خواستر در اکثر موارد متاسفانه نمیفهمن. نیاز همو کفش و لباس و غذا و اینهای برای یک کودک، اما برای یک کودک گوشی یا تبلت آخرین سیستم یک خواسته. برای یک نوجوان موتور خشک یا موتور نو یک خواسته و وقتی همه خواسته های کودک بدون قید و شرط انجام میدن، بخوایم نخواهیم آسیب زایه. ما جوانان و نوجوانان زیادر میبینیم که سر از اونا معمولا داخل گوشیه، میخورن، میخوابن و فیلم سعی میکنن یا مصروف شبکه‌های اجتماعی هن. خب این موضوع یا این رفتار میتونه نتیجه او تأمین خواسته های بی قید و شرط باشه در کودکان و نوجوانان. و موضوعات اینه که راه حل اگه خواسته باشیم رو همین موضوع بدیم اینه که در قدم نخست خود پدر مادرها باید این موضوع کنترل کنن. کودک رفتار به صورت مشاهده‌ای بیشتر یاد میگیره. اینه که اگر پدر مادری در از اون وقتی که از سرکار میان یا بالاخره درگیر خونه ان، سر اینا فقط داخل گوشی باشه و داخل شبکه‌های اجتماعی باشه، کودک یاد میگیره دیگه. اگر کتاب به دست پدر باشه، بچه میبینیم بیشتر به سمت همون درس خوندن و کتاب خوندن و اینا در آینده بالاخره میره. ولی متاسفانه در جامعه ما پدر مادرهای موضوع به صورت غیر مستقیم به کودک یاد میدن. اینو نمیشونن برای بگن تو بیا برای تو یاد بدم که گوشی استفاده کن. خود اینا چون زیاد استفاده میکنن در زمان نون خوردن، در زمان شیشتن، در وقت میمون بر اینا میایه، میبینی پدر گوشی به دست. خب بچه یاد میگیره همون رفتاره. متاسفانه از طرف خود پدر مادرها در قدم اول این موضوع اتفاق میفته و اگر پدر مادر خواسته باشن این روند رو کنترل کنن، باید خود اینا در اول باید این موضوع کنترل کنن. در قدم دوم اگر میبینن واقعا یک گوشی هوشمند برای کودک نیازه،
باید قبل از او یک آگاهی کلی به کودک بدن، به کودک بفهمونن که این گوشی به خاطر چیه که تو استفاده میکنی، یعنی هدف استفاده از این گوشی چیه. اینیه که تو بازی کنی، بری یوتیوب ببینی، بری ویدیو ببینی، بری مثلا وقت خود داخل از ضایع کنی. گوشی برای از اینه که یک چالش در زندگی تو حل کنه و بتونی از این یاد بگیری، یعنی نکات مثبت و نکات منفی رو به کودک باید پدر مادرها بگن. و در قدم آخر باید موضوع مدیریت کنن. اگر میبینن مثلا کودک اینا بالاخره به اساس یک نیاز درگیر گوشی شده، باید مدیریت کنن، یعنی زمان تعیین کنن، قوانین در خانه تعیین کنن و این موضوعات اگر از همون زمان کودکی که کودک مثلا 1 سال 2 ساله و اینا هست در خانواده باشه، کودک بهتر میتونه اینا رو بالاخره انجام بده. یعنی قوانین طوریه که ما در خانه قانون میگذاریم که ساعت 11 همه خواب میشه و هیچ دلیلی نداره که کسی باید بعد از 11 بیدار باشه. و اینکه گوشی در زمان درس خوندن نباید استفاده کنیم و به چایت بدیم که در مکتب گوشی نباید ببریم، مکان‌های آموزشی گوشی نماییم. متاسفانه خیلی از کودکای نوجوانای ما میبینیم به فکر از اینم که چگونه همون منضبطای دم در بازی بدن و گوشی قایم کنن ببرن به مکتب، چون این رفتار آموزش داده نشده از زمان کودکی و این روند زیادتر هم هست. مثلا خانواده ها میتونن دیگه فعالیت‌های بدنی کودک را افزایش بدن، یعنی کودک را ببرن به یک باشگاه، کودک را ببرن به یک تفریح. یعنی ما اگه دقت کنیم در خانواده‌های باسواد این اتفاق زیاد میفته که کودک توجهی برای نمیکنن، یعنی در رو برنامه کودک را نمیبرن در محیط و به خصوص خانواده‌های آپارتمانی. و اگر این روند بیشتر باشه، کودک فعالیت بدنی و زیاد باشه، از این سمت درگیری و به گوشی کمتر میشه. دقیقاً. سپاس از شما جناب دکتر صاحب گرامی. و در مورد فعالیت‌های بدنی گفتین، یکی از دوستان ما طفلک خود داره و میگه به جای موبایل من 2 تا بزغالگک به اینا خریدم. یعنی میگه یک آپارتمان همونطور که شما گفتین یک طبق کامل فارغه، اینا رو داخل همون اتاق میگذارن با هم دیگه بازی میکنن و شوخی میکنن. این میتونه تاثیرگذار باشه که یعنی با طبیعت، با اجزایی که خودنا حیه و زنده هستن سر و کار داشته باشه. بله، خوشبختانه حیوانات خانگی میتونه تاثیر خیلی خوبی داشته باشه. حالا من نمیفهمم چرا میتونن بزغاله رو داخل خانه نگهداری کنن، ولی حیوانات خانگی و فعالیت‌های بیرونی، فعالیت‌های بدنی تاثیر بسزایی میتونه داشته باشه که کودک از شبکه‌های اجتماعی و همون صفحه نمایش دور کنه. وقتی کودک درگیر همون شبکه‌های اجتماعی میشه، پاداش ذهنی سریع مغز برای اومده، یعنی ویدیو رو میبینه پاداش سریع دریافت میکنه، ویدیو رو میبینه پاداش سریع دریافت میکنه، ولی این پاداش سریع از درس خوندن همون لحظه دریافت نمیکنه. اما از فعالیت‌های بدنی تا حد دریافت میکنه، از بودن با حیوانات خانگی دریافت میکنه نسبتاً، اما به اون شدتی که بالاخره از صفحه نمایش دریافت میکنه، از دیدن ویدیو یا بازی کردن دریافت میکنه، از این موارد دریافت نمیکنه. ولی باید مدیریت بشه و اون مدیریت که بشه، کودک تمایل بیشتر به حیوانات خانگی یا فعالیت‌های روزمره بیشتر میشه و از صفحه نمایش یا گوشی یا شبکه‌های اجتماعی دور میشه. بله، سپاس از شما جناب دکتر صاحب گرامی. چون آیسته نزدیک میشیم به لحظات پایانی بخش، اگر پیام گفتنی و توصیه داشته باشین از شما میشنویم. تشکر از شما آقای نادری. توصیه به خانواده‌ها اینه که از موضوع درگیری کودک با شبکه‌های اجتماعی یا گوشی خیلی ساده تیر نشن. خانواده‌ها درگیر خیلی از موارد مثل کار و پول و شرایط اقتصادی و فرهنگی و اینها هستن، اما خیلی توجه به این که یک کودک اینو چقدر وقت خور با گوشی یا شبکه‌های اجتماعی میگذاره، متاسفانه خیلی از خانواده ها نیان. توصیه اینه که در کنار ای که به نیازهای کودک رسیدگی میکنین، باید توجه کنین که کودک چقدر از وقت خور درگیر چی چیزهایه. آیا همین زمانی که کودک سپری میکنه زمان مفیدی سپری میکنه، یعنی همین زمان از این کلن به هدر میره و این چی پیامدهایی میتونه در آینده کودک داشته باشه، رفتاری که فعلا کودک انجام میده. بله، سپاس از شما جناب دکتر صاحب عزیز بابت حضور شما در برنامه و صحبت‌های زیبایی که داشتین. زنده باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. بیننده عزیز، صحبت‌های مهمان گرامی ما جناب دکتر صاحب محمد معروف احراری عزیز را پیرامون نقش موبایل و شبکه‌های اجتماعی در زندگی نوجوانان و کودکان با همدیگه شنیدیم و امیدوارم کمال استفاده برده باشین. میان برنامه می‌بینیم، در ادامه خدمت شما از آن قرار می‌گیریم.